به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به تست خونه خیلی خوش اومدید. میخوایم بریم سراغ یه سری تست از درس 5 فلسفه 12 بحث اثبات وجود خدا. از درس 5 و 6 بچه ها معمولا یه تست رو همیشه توی کنکور همیشه داشتیم، یعنی 5% کنکورته. تست اولمون تست D401 داغ. هیوم دلایل دکارت و دیگر فیلسوفان عقلگرا درباره خدا رو نامعتبر میدونسته. چرا؟ گزینه گفته مهمترین برهان بر اثبات وجود خدا برهان نظمه. این دلیل رد کردنش نبود. هیچ نوع شناختی مستقل از حس و تجربه وجود ندارد. میشه گزینه 2. میگم چرا. این براهین توانایی اثبات واجب وجود به ذات رو نداره. اصلا بحثش این نبود. این نتیجه است، با این ردش نکرد. برای اثبات خدا فقط دلایل تجربی از اعتبار برخوردار است که اساساً این رو هم قبول باز نداره. خب ببینید توی گزینه 2 که گفته هیچ نوع شناختی مستقل از حس و تجربه وجود نداره، یعنی شناخت پیشینی رو قبول نداره. توی کلاس ها مفصل گفتم، اگه نمیدونید باید برگردید به گذشته نگاه کنید یا اینکه حالا کامنت بذارید توضیح بدیم براتون دوباره. 3418 خارج 401 کدام عبارت با دیدگاه افلاطون ناسازگاره؟ گفته نظم از عقل ناشی میشه و در آن ریشه دارد. امر تغییر ناپذیر رو فقط با تعقل میتوان درک کرد. درسته. ساختار کلی جهان را با چند خدایی نمیتوان توضیح داد. چند خدا پرست نبوده، مشرک نبوده افلاطون. احتمالاً 4 مثال خیر چون خورشید است. تا اینجاش درسته که از حقیقت پرتو میگیرد. اشتباهه. مثال خیر خود حقیقت هستش و ما توی کلاسمون عرض کردیم خدمتون مثال خیر همون خورشید است در تمثیل غار افلاطون و یعنی همون خدا در اصل، یعنی یه جورای خورشید نماد خداه اونجا. این همیشه گزینه 4. تستای سختی نیستش با توجه اون چیزی که بهتون گفتیم. 3417 تست 400 بوده. تست 401 داخل بوده. اولین مقدمه برهان حرکت ارسطو. بارها گفتم وقتی دارید این برهانهای اثبات رو میشناسید، مقدمه ها رو اولا به ترتیب بشناسید، نتیجه رو هم جداگانه. ببین میگه مقدمه رو بگو، تازه اولیش هم ازت خواسته، دومی رو نخواسته. تسلسل محال است، در جهان حرکت وجود دارد. مقدمه اولش قطعا اینه، در جهان حرکت وجود دارد. حرکت نیازمند یک محرکیه که خودش حرکت نکنه و حالا نتیجه‌گیری که اگر چیزی محرک باشد مثلا نباید متحرک باشه. نه، گزینه 4 که کلا غلطه تو این تسته. اگه میخواید نگاه بکنید گزینه 4 ربطی نداره، ولی در نهایت به این نتیجه میرسه که بس باید یک محرک غیر متحرک در جهان باشه که همون خدا هستش. 3416 خارج 400 کدام یک جزء مقدمات برهان حرکت نیستش؟ برهان حرکت یه برهان مهمیه که باید بلد باشیم. کدومش جزء مقدمات نیست؟ هر متحرکی نیازمند محرک است. تسلسل از نظر عقلی محال است. در عالم طبیعت حرکت وجود دارد که خب پایین دیدیم و گزینه 4 احتمالاً جواب محرکی وجود دارد که خودش حرکت نداره. باز دقت کن گفته من جزء مقدمات نمیخوام. این نتیجه برهان حرکت هستش که باید توجه کنی. خب 4 تا تست کنکور زدیم، بریم یه چند تا تست تألیفی هم بزنیم از کتاب مهر و ماه. سوال اول همینجاست. گفته که چرا کانت نیاز انسان به وجود خدا رو مطرح کردش؟ گزینه 1 امکان عمل اخلاقی منوط به فرض خداست. خدا منشأ اصول اخلاقی است. نفس مجرد نیازمند جهانی جاودانه است. ببین این که جهان جاودانه وجود دارد، آره تو اون برهان حرف زده، اما علت این بحث مطرحش این نبوده. انسان به خودی خود داره اراده نیست. گزینه 1 دیگه. کانت به جای اینکه بیاد خود خدا رو اثبات کنه، ضرورت وجودش رو اثبات میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه خدایی نباشه بحث اخلاق مطرح نیست. اصلا مبنای اثباتش هم بر اساس اینه که انسان وجدان اخلاقی داره دیگه. نتیجه میخواد ببینه که آقا این اخلاقا رو باید رعایت کنی. اگه این خدای نباشه، این سیری که حالا بیان میشه، وجدان اخلاقی، اراده، نفس مجرد، جهان غیر مادی و در انتها اون موجود غیر مادی که حالا خدا، این اگه خدا نباشه اصلا این سیر ایجاد نمیشه، این زنجیره هنگا تشکیل نمیشه. اینا همه به هم ارتباط دارن. 3412 رو زدیم، بیایم پایین. 3419 گفته کدام گزینه گویای ایراد هیوم به برهان نظمه؟
وقتی میگیم هیوم همش تو ذهنتون نیاد رد کردن. بچه هیوم برهان نظم رو قبول داشته و میگفته با تجربه دست میاد. اینجوری نیست که قبول نداشت، اون علیت بود که به یه شکلی قبول نداشت. برهان نظم از تجربه اخذ نشده، اتفاقا میگه با تجربه به دست اومده. اثبات خالق نامتناهی و واجب الوجود ببخشید منوط به اثبات برهان نظم اصلا همچین چیزی رو مطرح نکرده. برهان نظم نه قادر به اثبات یک خدای ناظمه نه خالق نامتناهی. غلطه. چرا؟ چون هیوم میگه اتفاقا برهان نظم اون ناظمه، اون خالقه رو اثبات میکنه، اما اون خالقی که حالا بخواد نامتناهی باشه، ازلی باشه و ابدی باشه رو نمیتونه اثبات کنه. خب گزینه 4 عدم کفایت در وصول رسیدن به واجب الوجود به ذات خدا که یک موجود ازلی ابدی و نامتناهیه. میگه اینو نمیتونه اثبات کنه، فقط داره میگه یه ناظم هست. میگه برای چی با برهان نظم میگید خدا هست؟ این گفت ناظم هست. این خدا هم حالا این ویژگی ها داره، اصلا این ویژگی تو اون برهانه نمیتونه بگنجه. این هم خب تست هیوم. بیایم بالاتر باز. ببین یه چیزی هست، من همیشه تو درسم به بچه‌ها میگم، این سخن تیلور تو تستا میاد. ببین تیلور اون کسیه که میگه افلاطون ابداع کننده خداشناسی فلسفیه. اسمش میگن آقا نیست. ببین اسمش انگلیسی تو پاورقی اومده. حالا تو تست ها، حالا چه تو کتاب ها چه جای مختلف بعضی وقتا میدن دیگه. یه بار بیا الان باهاش آشنا شو. تیلور کیه؟ تیلور اون کسی که اعتقاد داشت افلاطون ابداع کننده خداشناسی فلسفیه. پایه‌گذار الهیات فلسفی افلاطون مدونه. ببین ما تو درس یک منطق هم فرق کشف و بحث تدوین و ابداع رو کامل گفتیم دیگه. مدون یعنی بوده، این جمع کرده. نه ما میگیم ابداع کرده. توی گزینه مبدع درسته، تو گزینه 4، ولی دوره مدون آورده. رد. افلاطون ابداعات دقیقی در مورد خداشناسی مطرح کرد. یک چی گفته؟ پایه‌گذار الهیات فلسفی. ببین آقا جان، الهیات فلسفی یعنی فلسفه خداشناسی، یعنی یه فلسفه مضافه. چرا افلاطون اولین نفر بوده؟ چرا میگن ابداع کننده؟ خب تو دوره یونان باستان که خیلی حرف از خدا زدن. میگیم به خاطر اینکه در اون دیدگاه، در اون دوره خدا رو نمیمدن از جهت عقل بررسی کنن. میمدن میگفتن آقا این خدای منشأ واقعیت، این خدای دریاست، این خدای رعد و برق ساخته. نگاه عقلی نشه، برای همین چند خدای بودن، برای همین مشرک بودن. اما افلاطون با نگاه عقلی، چون اولین نفری بود که خدا رو با ابزار عقل خواست بشناسه، برای همین ما به اون میگیم تو ابداع کننده خداشناسی فلسفی. این تست خوبیه. فلسفه خداشناسی هم میشه گفت دیگه تو تستا. این چند تست آخر ما هم بزنیم و تموم کنیم. گفت کدام فیلسوف از لحاظ مبنا با دیگران متفاوته. ببین خب این مدل تست زیاده. خب باید اول بفهمی سوال چی میخواد. اگه نفهمیدی نترس، گزینه‌ها رو بخون میفهمی شاید. دکارت، هیوم، ویلیام جیمز، برگسون. ببین آقا جون، هیوم که قطعاً تجربه گرا بوده. آقا ویلیام جیمز و برگسون رو خب از کجا باید بفهمیم؟ به ویلیام جیمز و برگسون در ادامه فلاسفه قرن مثلا 19 و 20. خب اینا کیان؟ اینا همون تجربه گراهایین که فهمیدن که اگه بگیم خدایی نیست، زندگی انسان معنای خودش رو از دست میده. برای همین اومدن به جای اینکه خدا رو اثبات کنن از نظر عقلی، خدا رو از نگاه دیگه‌ای، حالا اون بحث عشق و عرفان و اینا بود، اثبات کنن که آقا این خدای باید باشه، این خدای هستا، زندگیتون معنا داشته باشه. خب 3 تاشون تجربه گران. دکارت عقل گرا بود دیگه، ریاضیدان بود. گزینه 1. در تقسیم بندی فلاسفه تجربه گرا از نظر نوع نگاه به خدا کدام یک دسته متفاوتی داره؟ برگسون، جیمز، کاتینگهام. دوباره این 3 تا همون افرادی هستن که خدا رو قبول داشتن از طریق عشق، از طریق عرفان، از طریق اون رابطه عاطفی و اون رابطه‌ای که با خدا مثلا تو برقرار می‌کنی و میگن خدای مثلا هست. اما هیوم اتفاقا کسی بود که اومد دلایل اثبات خدا رو نفی کرد، مخالفت باش کرد، انتقاد بهش کرد. خب 2 میشه. و تست آخر، کدام گزینه دیدگاه فیلسوفان جدید درباره خدا رو به درستی بیان نکرده؟ این فیلسوفان جدید که میگه، حالا ذهنتون سریع نره سمت مثلا کاتینگهام و این فیلسوفان جدید، اصطلاحی که میتونه برای دوران رنسانس هم
استفاده بشه. دکارت معتقد بود من تصوری از یک وجود نامتناهی دارم، چون من متناهیم نمیتونم ایجاد کننده این تصور باشم، پس این تصور از یک موجود نامتناهیه که در من قرار داده شده، یک درسته. هیوم میگوید مهمترین برهان فیلسوفان الهی برهان نظمه، درسته، از تجربه گرفته شده، درسته، و فقط این برهانه که توانایی اثبات خدای نامتناهی داره، خدا رو اثبات نمیکنه. برهان نظم و نظر هیوم چی رو اثبات میکنه؟ گفتیم دیگه خدمتت، صرفا یک خالق و یک ناظم که حالا این نه ابدیه نه ازلیه نه نامتناهیه. کانت ضرورت وجود خدا رو از طریق اخلاق و وظایف اخلاقی اثبات کرد. بله میشه گفت حتی مبنای این برهان اخلاق. غلط نیست اگه همچین جمله دیدی. جیمز بر آن بود، ویلیام جیمز، که دلیل وجود خدا در تجربه شخصی درونی، بله همون عشق و شهود درونی که میشه اینجا نامگذاری کرد. این تستای درس 5، درس 6 رو از دست نده، مراقب خودت باش. فعلا خداحافظ.